چرا شهید این ماشین ما یگم السلام علیکم السلام علیکم اکنه که همین عجایب آدم میده اکن بیای خیلی شوخی نکن که ترسوندی ما که بیا تو خیلی میشه رحمت که ترسوندی خانم بینه که هرچی همین سر ماشین ترسوند ما که با خود ترسوندی همین رد آمده بلون ظریف بود اینا تو ترسوندی نه تر یا وقت تو میاد شوخی کنم آخی شوخی سخت ترسوندی ما که شکر یک جا گشتی در حقیقت ترسیده کی خیلی هست یک که هم قبول خوشه کی ماشین ویروش ده اوجا هم ماشین سوز کننده کار هم استا گفت که یا 200 سومونی دکور های من گفتم حوزی استا گاب نیست راست گاب که من که همین سر گفتم که بالون ما خیلی ظریف رفت میگن که کافی تلقف کردم با خود ترسوندی با فکرم که اکن چند پول دارم نمیدونم خیلی آدم باورنو خودت یا من خود پیش کنم حوزی اکا جان حوزی میبینیم اکا چند سومونی دارم من گفتم اکا جان کویا بینه گفتم که بالون نمی سر کنه 1 2 3 4 5 6 7 8 80 سومونی بده اکا جان انا سایجون گاب نیست سایجون هم 80 سومونی را ما میگیرم کو آشا اکا نکی خودت کو ایما 120 سومونی دیگه مایل اکا جان فهمیدی مخلصان عزیز و عزتمند برنامه تلویزیونی شکرخند از مؤسسه دولتی تلویزیونی سفینه ادامه دارد. این صحیفه برنامه ما باشد گفتنی لطیفه ها است. آغاز از برادر عزیزم. گفتنی لطیفه ها من روز خانه افندی دزد میدروید خب شب ساعت 10 شب افندی خواب است همه را همه تهورو میکنم میکوای سو بعد در پیش همه افندی یک شفنیر موندگی می هم شفنیر میگه بکن که افند میقفت دست شب میگه ای برادر تو دزدی میگه هو میگه من در روز در می خونم یکم تنگه نمیو میگه او شب کجا در اومدی تو برادر درباره دزد گفتی در ذهن منم یک لطیفه درباره دزد اومد. همین نصرالدین افندی یک خانه دو آشیانه میسازد و هر بار بیرون میبرمده است همین خانهش تماشا میکنه راحت میکنه اینقدر خانه زیبا و یک روز میبره خیلی دیر تماشا میکنه یا 2-3 روز میگذره میبیاد تگ خانهش همین دویم آشیانه‌اش نگاه میکنه کسی ایش رفته است در همین سرش یک نقاب کشیدگی میگه ای بچه کی باشه با هم نگاه میکنه میگه هی کی وای بالا میگه ها چی های داری میگه تو کی میگه من دوست بای نگاه میکنه میگه ای تو دوست باشی نمیترسی از همین صاحب خانه بیای بعد چخیلی میکنی میگه میدونم چیکار کنم بعد میگه چیکار میکنی میگه اینم گردنش همش کنم همین دوی ماشینا پایون میپرتم این اصلا افندی همین نگاه میکنه میگه ما بیعقل نیستم نمیبیو ای بچه چی میخری که مقبول هستی؟ یعلمه میخری؟ آی جورا خونه او جوره داده آی جورا خون جوره دادت بود نایستاده صدقه خوبیام شویه جوره دادت بده آی نایستاد آی جورا خون جوره دادت بود نایستاد ای صدقه خوبیام شویه ای ناشرگیات نایستاده جوره دادت بود آمدی زنه؟ اصلا آمده علیکم السلام خیلی آچه و بچه تماشا کرد آمده بیاری بعد آمدی چی بازی خیلی؟ اوزی رفتی؟ اوزی رفتم و چی گفت؟ دختر گفت آی دختر گفت با همه قضیق میشی ای شایر میگه کی؟ من شو غمگین اگر دختر بیزادی که زی دختر بود پیوسته شادی اگر دختر صاحب تاج گردد ادمش یا 200 صغیره محتاج گردد برای ایزیق نیستم که دختر گفت و برای چیزی کی؟ راد آمده سبدم جورا خونی جورات گذاشت ماشین ما نکد که بشینه پیاده تا همجا را آمده خیلی ماشینش بیچاره پر بودگی صوفی خالی بود دیدیم خالی بود خالی بود؟
خیلی خالی بود، پر بود وای ماشین. وای خیلی مردک نیست. حالی بود نگیریست تگمو. فنک جان همین انسان وقتی که یگان وضعیت شوه وضعیتی رو فهمیدن در کار و بیچاره ماشینش پر بودگی شما رو نتونسته در یگان جا بر کردن آخی گوده که احمق آخی من میگم پر بود باید میگه خالی بود. شما کجا بدانن که پر بود؟ صدقه خوبیام شوه، صدقه فتیرای پختگیم شوه. بیامد قطیت خونه چای میکردم صدقه چای کدگیم شوه. آدم یک کسکی یک طبق نان داد یا یک رفیق شوهرش اومد خیلی مینت نمیکنه او بالا آخی. پیشه نگیر مینت نیست گپی حقه. من پیشه نمیگیرم اکه جورخون آدم خوبه آخی. تو هم یک فهم وضعیتی باید مخیه که وضعیت کدید. تای کجا میدونی وای آدم خوبه؟ آخی خیلی من رفیقم 22 سال رفیق من نمیدونم. نه وای آدم خوب نیست صدقه همقه خوبی کدگی نشوه. یا بار ایره در ماشین نشینونده الکه ای میدونه که وای آدم گنده من نمیدونیم 22 سال رفیقم که آدم خوبه. عجیب گام میزنی زنگ آخی. خیلی وضعیتش نبوده بیچاره ماشینش پر بود. نه وای آدم خوب نیست یه قطعه اول نبید هم دفعه قطعه اول خونه میبی ای خونه ترم سر میکنی. که خونه دار شدی با ایتا آدم ها رو ای خونه سر میکنی. ما پشکه ای خونه سر میکنیم مویا. یه وقت گفته هستم که وای مردک انسان بهترینه. خیلی زنگ وای ماشینی وای پر بوده که یک طور گرفتگی نیست آخی. تو عجیب گام میزنی. تای کجا میدونی که ماشینی وای پر بود؟ آخی من خودم در همه عقیب انم که جی کده اشتگی بدون بای ازو اشتگی بدون پر بود ماشینی آی. بخوان امر است یزدانی، بخوان حرف است قرآنی. بله. بخوان خواندن کند روشن چراغ فضل انسانی. بخوان تا آسمان بارد به فرقت نم نمی رحمت. بخوان تا باغ دل یابد تراوت‌های عرفانی. بخوان تا همنشین گردی با عطار و با مولانا. بخوان تا آشنا گردی به فردوسی و خاقانی. بخوان تا که سرانگشت نگاهت پرده اندازد ز راز کره خاکی و هم اجرام کیهانی. تو را از لخته خون خدایت آفرید اما در این یک لخت خون بینها نیروی جهانبانی. بخوان تا قدرت آدم بیابی در چی پنهان است. چی بوده جام جمشیدی و هم تخت سلیمانی. بله. بخوان تا دان این حکمت که آب زندگی علم است. سکندر لیک در ظلمت ورا جست زنادانی. بخوان کاموزگاران را بدانید چون بسبزانند. بخوان کاموزگاران را بدانید چون بسبزانند جهان تسخیر مردان ز طفلان دبستانی. سزد که هیکل بهر معلم ما برافرازیم و اهل دل کند هر دم با پای آن گل افشانی.